бой камбагалам ки боша бою бояд ягон чораи боша ки камбагалонам ном биёвам бихӯран охи ҳама як хел неста ку ҳама одамое ҳастанд ки хеле мошино доранд одамое ҳастанд ки пиёда мегарданд ранги моворӣ росташ боигари ин саломати одам якумаш дуюмаш худо ба шукр мана ҳама чиз ҳаст мана хурсодем хушсодем ана худо ба шукр мана бачаҳо кор карсода ҳамин қадар худо بهتر شده است نه؟ беҳтар худо ба шукр بیشتر سوستر بود امسال کمتر وزن‌تر شد و بهتر نه بعد مثلا شما میدونید در ما هم هستن یک گروه آدمایی که بسیار ثروتمند هستند یک گروه آدمایی هستند که فقیر هستند نادار هستند اگر قانون دنیا دا گیریم خیلی نمیشد اگر قانون اسلام دا گیریم بهترین خوبترینش اگر ثوابجو باشند مقصد همه برابر باشد این خوبتره شما درباره آدمایی که تاجیکستان را در نظر دارم با قبل ثروتمند هستند بای هستند یگان نفرشان میدونید مثلا نه حاجی محمود بسیار اینوالید را دستگیری میکند یا که رحیم غرمی با لقبش رحیم غرمی میگن و مثال آدمای دستگیری میکرد همین دو نفرشون هم میدونم دیگرشون نه کار خداونده که یخلش داره کم داره یخلش بسیار داره به فکر من خیلی همه یخله داشته باشه نقصره کرد دوروتر برای که راستی رفتیم اومدیم باید سمپل آوردیم خیلی کار کردیم زندگی بهتر شده است روز تا روز بهتر شده است حرکت کنم مثال این بیاموزه اونجا حرکت کنه شاید بود بهتر کنم مثال هم از زندگی در دست خطای با بخوای که بیشتر و دست بیاری زندگی دا با بیشتر حرکت کردن کن زندگی من ایروی مهاجرتی که در طرفای چی در اروپا چی در روسیه در همونجا زندگی من مثال پولس جمع گیر میکنیم میریم در جا مثال خما آباد میکنیم ایروی همین خیلی کمتر سازه یا نسبت 4 سال پیش بهتر است زندگی او خیلی خدا را شکر سوستره خیلی ماشاءالله شده ان شاء الله در همین همسایگی شما هم آدمای شاید ثروتمند زندگی میکنن هم نادارن او هست آدمایی بودن که مقصد کمبود داشتن زندگیشون مثال کمبود بود به هر حال اون خیلی کمتون سوز شد ان شاء الله زندگیشون سوزای خیلی خوب در تاجیکستان ما آدمای ثروتمند زیاد داریم اگه ثروتمند خیلی نگاه کنیم خیال میکنیم خیلی زیاده انا نمیدونم ای کدام ساحه و یا مثال ثروتمند شده اینا ما مثال ما 10 سال شد مهاجرتی میرم همو خیلی عربای خما مثال میکشم خیلی خدا را شکر ای پیشتر خیلی بهبود خما نقض کرده استم نه که به هر حال با توفایل همین رفتن اومدن مثال مهاجرتی شما درباره اقلا یگان نفر در تاجیکستان میشناسید که میلیونر باشه بسیاری را میشناسیم نه مثال با نام بگیریم اگر سید مراد دولتوف رحیم غرمی گفتنی با قول رحیم غرمی خیلی هستند که آشکار نیستند بسیاریش هستند مقصد ما وقتی که در همین تاجیکستان کار میکردم میدیدم قطعی آدمای کار میکردم که مثال ثروتمند بودن آشکار زندگی نمیکردم مقصد خیلی به هر حال داشتن خیلی چون مثال نقص بودن